از روی نقشه چاره‌بینی‌های ستاد اوید به حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر ترسونزاده با مقصد پیشگیری نمودن حادثه‌های غرقشوی شهروندان در جایهای منشأ آبوزی از آن جمله در منطقه‌های خوفناک جماعت‌های دهات قره‌طاق و رباط ریت‌های یکجایه گذرانده شد. در نتیجه گذراندن ریت‌های یکجایه اکثریت شهروندانی که به شناوری مشغول بودند جوان و نورستان بودند که از طرف مسئولین بروشور و توصیه‌ها اوید غرقشوی دسترس کرده شد. همچنین فهمانده شد که با در نظر داشت وضعیت به عمل آمده و با مقصد پیشگیری زیاد گردن مبتلای بیماری پاندمی سرایت کرونا ویروس کووید 19 آبوزی در ساحل آبانبرها، کل دریاها و حوضهای شناوری تا معتدل گردن وضعیت موقتا منع کرده شده است. امروزها در نتیجه گرم آمدن باد و هوا تمام شهروندان و مهمانان خود را به کنار کانال و دریاها میگیرند برای فراغت یافتن و در اساس دستور سپارش‌ها و نقشه چاره‌بینی‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و با مقصد اجرای امر رئیس شهر ترسونزاده رقم 7 از 3 می سال 2021 اوید به تدبیرهای فوری پیشگیری حالت‌های غرقشوی امروز پیوسته در تمام جماعت‌های دهات و نزد کانال و دریاهایی که اهالی با آبوزی مشغول هستند کارهای فهماندهی ادامه دارد. از آن جمله امروز در ساحل دریای کانال کلان حصار که مکتب بچگان با آبوزی مشغول بودند کارهای فهماندهی گذرانده شد و همزمان در استراحتگاه‌های کوران و استراحتگاهایی که در ساحل دریای قره‌طاق و در ساحل دریای شیرکن قرار داشتند کارهای فهماندهی گذرانده شد و خوشبختانه تا این دوره در حدود شهر ترسونزاده یگان حالت غرقشوی به قید گرفته نشده است و این چنین در این سمت نقشه چاره‌بینی‌های شعبه حالت‌های فوق‌العاده مدافع گردنی در شهر تهیه شده و تمام جماعت‌های دهات و تمام زیرنظام‌های حدودی و زینوی نظام یگانه دولتی اوید به پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده رسانیده شده است و در این سمت تمام زیرساختارهای نظام یگانه در همکاری با شعبه حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد در شهر ترسونزاده در همکاری زیج قرار دارند و در همه گونه حالت‌های غرقشوی تمام زیرنظام‌ها و قوای واسطه‌ها به جای حادثه سفربر کرده می‌شود. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی جمهوری تاجیکستان ضمن یک برقه خود بنابراین از پدر و مادران خواهش می‌نماید که کارهای فهماندهی، تشویقات و ترغیبات را جانانک نموده جهت پیشگیری غرقشوی نابالغان و جوانان در فصل تابستان از بالای فرزندان خود نظارت را پرزور نمایند. گزارش خورشید حلیموف، صاحب نور عبدالرسولوف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.